شماره و نمبر تلفن مرا میخواهن اونا را دور نشان نده. خدایی که شما میگویید خیلی نزدیک ما آهسته گپ بزنیم یا خیلی دور است که تا ما فریاد بکشیم؟ خدا را به ما نشان بدهید که ما از خدا چیزی بخوایم. تنها برآورده شدن حاجات و نیازهای مالی و مادی نیست. این مشرکین هم دعا میکنن. اونها بگو که من نزدیکم، مرا خیلی دور نشان. سالی بی تکیف بی قیاس، هست رب الناس را با جان ناس. فلسفه و حکمت دعا تنها برآورده شدن حاجات و نیازهای مالی و مادی نیست. برخی ها بر این باور و گمانند که گویا هر وقتی که اگر ما به بنبست رسیدیم، به بحران مواجه شدیم، به مشکل گیر کردیم، دعا کنیم تا مشکل ما حل بشود. دعا به خاطر این گپ نیست. دعا چه در وقت مشکل چه در وقت آسایش و آرامش، دعا نوازش دهنده است. اگر شما تنها به خاطر حل مشکلاتتان دعا کردید و بعد از حل مشکل دیگه آرام نشستید، و این که عادت و خصلت مشرکینه. حتی اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله. کافران مشرکین هم وقتی سوار کشتی می شدن در امواج متلاطم و طوفانی دریا می رسیدن، بعد خدا خدا می گفتن، دعا می کردن. اونا این مشرکین هم دعا می کردن، لیکن در وقت مشکل دعا می کردن. فرق یک مسلمان با مشرک اینجاست که مسلمان دعا را به خاطر حل مشکل نمی کنه. مشکل کشا و حاجت روا خداست. ما دعا را به خاطر نوازش دادن و پالایش دادن و پاک کردن و پالوده ساختن و زنده ساختن و سرسبز ساختن روحمان انجام میدهیم. هر چقدر که دعا میکنیم همون اندازه روح ما فربه میشه، روح ما چاق میشه. اصحاب از رسول خدا صلوات الله علیه پرسیدن که یا رسول الله، شما که این همه خدا خدا میگویید، آدرس خدا را به ما نشان بدهید که ما از خدا چیزی بخوایم. اقریب فنناجی ام بعید فننادی. این خدایی که شما میگویید خیلی نزدیک ما آهسته گپ بزنیم یا خیلی دور است که تا ما فریاد بکشیم؟ پروردگار عالم آیت را نازل کرد از آسمان، از فوق آسمان آیت را فرستاد، گفت که و اذا سألك عباد عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. گفت ای محمد مصطفی، ای فقرا و نیازمندا و گنجشگاه صحابه وقتی از تو آدرس ما و شماره و نمبر تلفن مرا میخواهن، اونا را دور نشان نده. فإنی قریب، به اونها بگو که من نزدیکم، مرا خیلی دور نشان نده. اتصالی بی تکیف بی قیاس، هست رب الناس را با جان ناس. اگر هرچی ما آلوده شدیم، پروردگار عالم ارتباط خودش را از ما قطع نمیکنه. پروردگار عالم در قبال بندگانش این گونه است. لذا الله به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه گفت که من خدا را خیلی دور نشان ندهید. فإنی قریب، من خیلی نزدیکم. اجیب دعوت الداعی، هر کس که خدا خدا میگوید من او را میپذیرم. اذا دعانی. در مثنوی قصه می آورد، داستان ذکر می کند. یک کسی بسیار
دعا میکرد به خاطر حل مشکلش. یا رب زیاد میگفت. شیطان در دلش وسوسه ایجاد کرد. اهریمن و ابلیس در دلش وسوسه ایجاد کرد، گفت تو اینقدر یا رب خدا میگویی، هیچ از خدا جوابی پاسخی دریافت نمیکنی. یلا کن، رها کن دنبال خدا را. تو که این همه یا خدا گفتی که به داد تو خدا نمیرسه. این بنده ناتوان دیگه فریب خورد. چند شبی دیگه به تهجد و قیام بلند نشد، دیگه خدا را بس کرد. پرسیده شد که شما چرا خدا را بس کردید؟ چرا به تهجد بلند نمیشید؟ گفت من خیلی حالا در این مسیر تجربه کردم، بلند شدم خدا گفتم، یا رب گفتم، پاسخ دریافت نکردم، هیچ جوابی نشنیدم. از خداوند ندا آمد که زیر هر الله تو لبیک هاست. گفته ای بنده دل سرد نشو. همین که شب تو را به حضورش میخواست و سر به قدم بلاکیفش میگذاشتی و خدا میگفتی، زیر هر لب خدای تو صدها لبیک بود. همین که تو را خواسته بود اینمی جواب بود، تو نفهمیدی. بسیارن کسانی که خوابیدن حضور ندارن. همین که تا اینجا آمدیم به صف نماز ایستادیم، گویا این پاسخ خداست، خدا ما را خواسته تا اینجا. همین که شب ساعت 4 شب 3 شب بلند شدید و در حضور خدا ایستادید، این کمال خود ما نیست، خدا ما را خواسته. حالا چرا حل مشکل نمیشه؟ حکمت کجاست؟ مولانا خو حکیم بود. میفرمایند که قصه است، این رازهای عشق است. برادران یوسف همراه بنیامین برادر کوچک تنی و پدر مادری یوسف به نزد عزیز مصر حالا یوسف رفتن و به خاطر که آذوقه بگیرن. حضرت یوسف مشکل برادران بزرگش، یعنی طعنه زنان و خائنان و حسودان و رقیبان و این برادرانی که او را به چاه انداخته بودن، عاجل همون حالا قنار و جوال و او بار و بارجای از او را آماده کرد، گفت زود بگیرید هرچی دلتان میخواه. لیکن بنیامین را نگاه کرد، به بنیامین گفت نه، ای هنوزم دیره. حتی متهمش کرد، گفت این جام طلایی را دزدیده، گفت باید ای باشه اینجا. در قانون ماست که هر کس که دزدی کنه او خودش باید اینجا باشه. یعنی این که حضرت یوسف به برادرانش به طور عاجل بالاخره داد و اونا را بهره‌مند ساخت و آذوقه و مالیات و داد، اما به برادر کوچکش بنیامین نداد. آیا از بنیامین بدش می آمد یا اصل عشق و محبت و توجهش به بنیامین بود؟ وقت مشکلت، معضلت، دردت، زخمت زود مرهم گذاشته نمیشه و مشکلت زود حل نمیشه هرچی دعا میکنی، چون خدا دوستت داره. از همین الله الله و نوازش و ناز و گردن کجی ها و اشک و ناله های توریش سفید خوشش میه. از همین خوشش میه. لذا مشکل کمی به تعویق میاندازه.